پیامبر فرمودن که فردای قیامت منادی ندا میده کجاست زینت عبادت کنندگان، عین زین العابدین. فرزند حسین ابن علی را میبینم، علی ابن الحسین سلام الله علیهم اجمعین، که صفوف را میشکافد و جلو میآید. این دعایی که الان زمزمه کردیم دعای این وجود نازنین هست. الهی که در حق هممون به هدف اجابت برسه به برکت این شبها و روزهای قشنگ که دیگه مردم شب 28مه و باید با حیای خداحافظی و وداع با ماه مبارک رمضان هم کم کم دیگه بشیم به حق این شبها و روزهای باقی مانده، ساعات و دقایق باقی مانده از ماه مبارک و آنچه که گذشت و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله دعاشون در حق هممون به اجابت برسه. سلام علیکم و رحمت الله استاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون. خوش آمدید، خوشحالیم. آقا بخیر باشین ان شاء الله. سلامت باشین ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نماز روزه ها، قرآن ها، قرائت قرآن ها و آرزوی برخورداری از بقیه فیوزات بقیه این ماه که بیشتر هم هست. هرچی به آخر که میریم فیوزات بیشتر میشه، مثلا شب آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر که دیگه به اندازه کل ماه مبارک یک جا میبخشن و میامون. اونجا افراد رو آزاد میکنن از گرفتاری ها، از قید و بند زنجیر گناه و از جهنم. انشاءالله که خداوند همه اینها رو قبول کنه از شما و عاقبت به خیر باشید انشاءالله. بحث ما در عالم برزخ رسید به عالم برزخ، دومین مرحله از مراحل قیامت. درباره عالم برزخ باید چند مطلب رو عرض کنم خدمت دوستان. یک، نسبت برزخ با دنیا، اینها چه رابطه با هم دارن، و دو، رخدادهای عالم برزخ، چه حوادثی در عالم برزخ رخ میده. در که راجع به مرگ ما برخی از رخدادها رو گفتیم، اینجا باید برخی از رخدادها رو بگیم. و سه، حیات برزخی، کم و کیف حیات برزخی. و حالا اینکه من عرض میکنم بعضیش ممکنه بگیم بعضیش ممکنه نگیم دیگه. اونایی که نگفتیم دوستان از خودمون بپرسن بعدا ان شاء الله. آره که تو سوالات باشه و مطرح. آره تو سوالهای بعدی باشه. و سوال بعدی فلسفه عالم برزخ هست و یک سوالم اینه که انسان ها در عالم برزخ به چند گروه تقسیم میشن و هر گروه چه شرایطی دارن و چه اتفاقاتی براشون خواهد افتاد. اینا برخی از سوالاتی است که باید راجع به عالم برزخ خدمت شما داشته باشیم. کتاب‌هایی در این باره نوشته شده. جلد 4 کتاب ما تحت عنوان درس‌هایی از عقاید اسلامی که 5 جلده، جلد 4 معاد شناسیه و بخش قابل توجهی از این بحث اونجا آوردیم با آیات و روایاتی که استفاده کردیم. عرض کنم که حیات اخروی شهید مطهری، شهید دستقب دارن راجع به معاد و برزخ. امام رحمت الله علیه ظاهرا بعد از رحلتشون کتابی جمع آوری کردن تحت عنوان معاد از منظر امام خمینی رحمت الله علیه. مرحوم آقای محمدی اشتهاردی کتابی دارن عالم برزخ در چند قدمی ما و حیات برزخی. چند تا کتاب دیگه هم هست که دوستان میتونن به اینها مراجعه بکنن و مطالعه کنن. نکته اول اینه که نسبت برزخ با دنیا چه نسبتی است؟ پاسخ اینه که خب دنیا با همه طول و عرضش معلول برزخه. برزخ علت دنیاست و دنیا در قیاس با برزخ مثل رحم میمونه، رحم مادر میمونه نسبت به دنیا، به همون عظمتی که دنیا کجا و اون کجا. و ارتباط هم دارن از دو طرف، یعنی عالم برزخی ها با ما در ارتباطن، میتونن تأثیر بذارن در سرنوشت ما، چنانکه ما با اونها در ارتباطیم و میتونیم تأثیر بذاریم در سرنوشت اونها. یه پسر فرض کار خیر انجام میده، پدر تو عالم برزخ از جهنم نجات پیدا میکنه. یه پدر در دنیا کاری میکنه، به قول عوام پدر در قبر میلرزه،
از کار این بچه پدر اونجا تو قبر میلرزه. البته منظورم از قبر این حفره نیست، همون منظورم برزخ هست. درسته. پس این ارتباط دو طرفه هست. جهتش اینه که عالم برزخ و دنیا به شکل محیط و محاطن. خب چیزی که محاط در یک عالم هست در طبیعی ارتباط داره دیگه. بله بله. اگر متباین بودن اینجوری نبود، اما حالا که دیگه محیط و محاطن کاملا این ارتباط برقراره. و درباره این که حالا نحوه ارتباط ما با اون طرف از چه راهی ما میتونیم مثلا سرکی به اونور بکشیم، شاید یه موقع ما صحبت کردیم و 4 تا راه رو معرفی کردیم که بهترین راه و کوتاه‌ترین راهش همین نقل بود، آیات و روایات. گفتیم از طریق دل هم اگر انسان دل رو پاک کنه هر لحظه که بخواد میتونه سرکی به عالم برزخ بکشه و از اونجا اخباری رو کسب کنه. بله. چنان که این کسانی هم که حالا یا مرگ رو تجربه میکنن، گفتن حکیم اگر نتونه تخلیه داشته باشه، نتونه مرگ اختیاری داشته باشه، حکیم نیست. زمانی بهش حکیم گفته میشه که به اینجا رسیده باشه که هر لحظه که خواست روح از بدنش جدا بشه و بتونه بره سرکی با عوالم دیگر بکشه. و یه راهش اینه، راه دل که انسان میتونه از اون طرف خبر داشته باشه. و همونطور که تاکید کردم و گفتم بهترین راهش راه نقله که انسان از طریق نقل میتونه اطلاعاتی رو کسب کنه. حالا سوالات متعددی ما راجع به عالم برزخ پرسیدیم که حتما دوستان این سوالات رو شاید خودمون بعداً بهش پرداختیم، مثلا بعضیش مثلا این که چه مراحلی طی میشه. مثلا فرض کنیم ما میگیم فشار قبر، آیا همه فشار قبر دارن یا خیر بعضی فشار قبر ندارن؟ علل و عوامل فشار قبر چیه؟ چه چیز باعث فشار قبر میشه؟ میشه کاری کرد که فشار قبر اصلا نباشه، انسان فشار قبر نداشته باشه؟ بله بله. میشه این کارو کرد؟ بله. اون سوال نکیر و منکر برای چیست؟ از کی میپرسن؟ چه افرادی میپرسن؟ برای چی میپرسن؟ درباره چی میپرسن؟ حاصل این سوال جواب چیه؟ و اینا سوال هایی است که درباره اون و همینطور مراحل بعدی که باید بهش اشاره بشه. نمیدونم فرصت داریم که بریم جلوتر یا فرصت الان دیگه نداریم، ولی می‌خواستم بگم اگه اشکال نشه باشه یه سوال شما هم اجازه دارم من بپرسم الان؟ بفرمایید. این اگه ممکنه یه ذره پاسخ بدیم بعد بریم برگردیم با اجازه آقای حسین زاده. من همه فرمایشات شما رو تا حدود خیلی زیادی گرفتم، فقط یه جمله‌تون رو یه ذره دارم درگیرم با خودم، اگه میشه اینو یه ذره توضیح باز کنینش. اونجایی که فرمودین برزخ رو علت گرفتین و دنیای ما خودمون رو، یعنی حالا این عالم فعلیمون رو معلول. بله همینطوره. این رابطه علت و معلولی چون همینجوری به نظر میاد برعکس باشه دیگه، مثلا چون اگه این دنیایی نبود خب چجوری برزخ اصلا معنی شاید چون از اینجاست که ظاهرا برزخ، نمیدونم یه ذره توضیح بدین اون چجوری علت این دنیا میشه. مراتب هستی بر حسب هست عقلی 4 مرتبه که پایین تر مرتبهش دنیا، طبیعت، عالم ناسوت، این عالمی که ما در زندگی میکنیم. بله بله. این فقیرترین و بیخاصیت ترین عالمی است که الان توش هستیم ما. از اینکه میرید بالاتر بهش میگن عالم برزخ. بله. اون عالم نوعی تجرد داره، تجرد نیمه تجرد داره. اون عالم میلیون ها بار از این دنیا وسیع‌تر و شریفتره و بهش عالم ملکوت گفته میشه، یا عالم مثال، یا برزخ، یا عالم تجرد ناقص، اسامی دیگه هم در عالم خیال مثلا. از اون که میرید بالاتر عالمی است به نام عالم جبروت یا عالم عقل، عالم ارواح و اسامی دیگه هم داره. از اون که میرید بالاتر عالمی است به نام عالم لاهوت یا عالم اسما و صفات. اون عالم علت عالم برزخ و عوالم بعد از خودشه، یعنی کل نظام هستی تجلی اسما و صفات خداست. کل نظام هستی جلوه است از اسما و صفات. عالم جبروت باز علت اون 2 عالم بعد از خودشه، یعنی عالم ملکوت و عالم ناسوت. و عالم ملکوت که همین برزخ باشه علت عالم ناسوت یا عالم
طبیعت. این رابطه علیت اصلا بالا تا پایین برقراره. اما اینکه ما در اعمال خودمون سرنوشتی برای خودمون رقم میزنیم، اون اعمال خودش از جنس برزخه. در دنیا نماز میخونیم اما حقیقت نماز از جنس برزخ بلکه بالاتر، از جنس جبروت، از جنس عالم آخرته. درست. همینطور اون چی که ما اینجا انجام میدیم که به قول شما داره برزخ رو میسازه، اونها همش از جنس ملکوت و از جنس برزخه، نه از جنس این ناسوت که ما دنیا باشه. چنانکه گفتیم که برزخ اگر مثلا فرض کنید که یک هندوانه خیلی بزرگ باشه، دنیای ما یه ارزن نیست داخل برزخ. این ارزن نمیتونه دنیا رو این هندوانه رو بسازه. همینطوره. این حلقه کوچک نمیتونه این کل بیابان وسیع رو بهش تاثیر داشت. اون بیابانه که این حلقه رو میسازه، به این حلقه شکل میده و این حلقه رو ایجاد میکنه. برای این رابطه علیت به همین شکل که عرض کردم برقرار. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه، گره ذهنی باز شد. بریم برگردیم سوالات رو بپرسیم. بفهم. چرا باید برای میت پول داد که براش نماز بخونن؟ مگه نه اینه که آدم تا زنده است خودش باید نمازشو بخونه؟ چه دلیلی داره بعد مرگ یا پسر بزرگ باید نماز بخونه یا پول بدن براش نماز بخونن؟ یعنی اون آدمی که وضع مالیش خوب نیست، یا خانواده نداره یا بچه نداره یا خانوادهش نمیتونن پول بدن تا براش نماز بخونه، باید اون دنیا عذاب بکشه، ولی اونی که وضعش خوبه پول بدن براش نماز بخونن تا گناهانش پاک بشه. این کار یعنی هر کی پول بده گناهش بخشیده میشه، اونی که نداره باید عذاب بکشه. اینطوری اون دنیا هم که مثل این دنیاست که استغفرالله، خدا هم برای بهشت و جهنمش پول میگیره. اصلا واقعا این حرف خداست یا آدما از خودشون در آوردن؟ این یه سوال در واقع یکی از بیننده هامونه که زحمت میکشن. استاد پاسخ. بله، این دنیا درسته، اون دنیا دیگه غلطه. اونجا دیگه دنیا نیست، دنیا اینجاست، اونجا برزخه، اونجا آخرته. این دنیا اون دنیا معنا، این دنیا معنا داره چون این نشأه، این عالم روش میگن چی؟ دنیا. بله. اون نشأه اون عالم رو دیگه دنیا نمیگن، آخرت دیگه. ببین درست میگم، دنیا از دنی مثلا میاد، از یا از دنی معنی پسته یا از دنو معنی نزدیک. این عالمی که نزدیکی به ما که توشیم میگیم بهش چی؟ دنیا. اون که دوره بهش میگیم آخرت. یا این که خیلی پستشون گفتیم پایین ترین عالم و فقیر ترین عالم، همین از 4 تا عالم گفتیم پایین ترینش همینه. این که پسترین و پایین ترین بهش میگن دنیا، اونی که بالاتر اون طرفتره که اون دیگه دنیا نیست، اون آخرته، برزخه، قیامته، چیزی از این قبیل. مطلب دوم این که خب امور تعبدی همه فلسفه هاش برای ما روشن نیست. همینقدر باید انسان چون خدا گفته، خدا هم حکیمه، باید بپذیره که حکمتی توش هست، ولی اینکه ما اون حکمت رو نفهمیده باشیم. در این مورد خاص اینجوری نیست که بگیم که کسی که نماز نخونده حالا بعد از مرگش نماز رو بخرن، پول بدن بخرن، جای نمازهای خودش میگیره. اگر دو 2 رکعت نماز میخوند، ارزشش، ثوابش، فضیلتش بیشتر از 2 میلیون رکعت نماز بود که بعد از مرگ براش بخونن. اگر خودش 1 روز نماز میخوند، بهتر بود از این که اون طرف 1000 سال براش نماز بخونن. اون 1000 سال نماز جای این 2 رکعت نماز رو نمیگیره. جایی نیست که بگیم که نماز نخونده، حالا اون کسی که نماز خونده، خب نماز خونده، اون طرف با اون کسی که نماز نخونده با هم مساوی میشن، اصلا با هم قابل قیاس نیستن. حالا اون کسی که نماز نخونده به نماز اعتقاد نداشته باشه، این نماز هم بعد از مرگش بخونن فایده نداره. تعبداً باید بخونن چون از ایمانش خبر ندارن. بله. از دلش که خبر ندارن. بله. اینا وظیفه اینه که اگر اون مؤمن بوده، البته کافر بوده که نه، اگه مؤمن بوده وظیفه اینه که این نمازها رو بخونن براش. اما اگه کسی مثلا نماز اصلا قبول نداره،
آیا بر پسر بزرگترش واجبه که بخونه؟ نه خیر. بر پسر بزرگتر نماز روزه پدر مادر واجبه دیگه. بله. پدرش که نماز رو قبول نداره، وقتی قبول نداره دیگه عمدن نماز نمیخونه، میگه نماز چیه؟ دیگه برگردن پسر بزرگتر هم چون واجب نیست. چون فایده نداره، بخونم فایده نداره. اینجوری نیست که بگیم که همه اینها رو مساوی بگیریم. مطلب بعد این که حالا این پول رو به حساب خدا گذاشتن. خدا که پول نمیخواد. اون کسی که این زحمت رو میکشه، بنده خدا که محتاجم هست، نیازمندم هست، به نوع کمک به اون شخص میشه. نه، خدا پول نمیگیره. اونی که در دوران قرون وسطا کلیسا داشت، اون در واقع فروش بهشت و جهنم بود. البته فروش بهشت بود. بله بله. بهشت رو قطع کرده بودن و میفروختن. هر کس مثلا فرض کن که مراجعه میکرد، بر حسب این که حالا تو اونجا من نمیدونم خونه ها رو چطور میگن، مثلا 2 خوابه میگن، 5 خوابه، چی میگن، دوبلکس، بر حسب این که چی بخواد پول ازش میگرفتن. آره. و بهش میدادن. بیان که حالا یکی از ایرانی خود ما گفتم مثلا کدوم شهر که من اسم شهرشو نمیبرم، رفت پیش اون پاپ، اون بزرگشون، گفت که من اومدم جهنم بخرم، منتها اومدم 6 دنگ جهنم رو بخرم، هرچی هم بگی پول میدم. گفت پدر فرزندم از خدا بترس، همه بهش میخرن، تو میخوای جهنم؟ من میخوام جهنم بخرم، شما چیکار داری؟ تو بگو چند؟ شما فروشنده ای دیگه، بفروش. گفت خیلی خوب، مثلا جهنم 6 دانگش انقدر. گفت خب باید من سند بدی، سند معتبر که من جهنم رو خریدم. خب بهش سند معتبر داده شد. این سند رو کپی کرد، همه جا پخش کرد. اهل عالم بدانید من جهنم رو خریدم، هیچ کس هم تو جهنم راه نمیدم. عجب. دیگه نرید بهشت بخرید، چون جهنمی بندی به کار مال خودم دوست ندارم کسی رو بدم. اون مال اونها بود. تو اسلام ما این حرفا رو نداریم. نه خدا نیاز به پول ما داره، نه بهشت و جهنم خرید و فروش میشه. اگه پول میگیره اون بیچاره میگیره که نمازو میخونه، این کار مثل بقیه اجیر میشید. اصلا اونجا ما میگیم اجیر، در نمازم میگیم که تو اجیر بشو، کارمزد، یعنی کار میکنه مزد میگیره. بله بله. نه که به خدا برسه، به اون بنده خدا میرسه. و این هم حالا کسی که مثلا فرض کنی که از دنیا رفته، نماز قضا هم داره، پولی نداشت که بخواد، نه بچه‌ای داره نه پولی داره. همون نیتش که اگر من بچه‌ای می‌داشتم، اگر پولی می‌داشتم، وصیت می‌کردم که نمازهای من رو بخونن، همه اونها رو خدا به حسابش میذاره و حساب میکنه. اینجوری نیست که حالا حتما باید در خارج هم محقق بشه که به حسابش گذاشته بشه. پس حالا نکات دیگه هم ایشون گفته بودن، از جمله این که این چه فایده داره. خب بله، ما هم قبول داریم که فایده کار خودش رو نداره. این حدیث شاید خدمت دوستان عرض کرده باشیم، یه آقای وصیت کرد بعد از مرگش، یه انبار پر از خرما داشت، وصیت کرد که پیغمبر با دست شریف خودشون این انبار خرما رو در راه خدا انفاق کنه و ببخشه به فقرا. خب پیغمبر بر حسب وصیتش بعد از مرگش این کارو کرد. آخر کار یه دونه خرما اونجا کف انبار افتاده بود. پیغمبر برداشت فرمود اگر این شخص با دست خودش این 1 دونه خرما رو انفاق میکرد، بهتر بود از این انبار خرمایی که من از طرف او، اونم پیغمبر با همه عظمتش میگه این 1 دونه خرما اگه خودش این کار انجام میداد بهتر بود. اون اگه خودش 2 رکعت نماز سر دست شکسته بخونه، از میلیون ها رکعت نمازی که بعد از مرگش میخوام بخونن براش بهتره. و نکته بعد این که ما خبر نداریم که خدا اینها را قبول میکنه. ما به عنوان یک دستور شرعی انجام میدیم، اما که آیا فایده هم داره نمیدونیم. شاید هیچ فایده نداشته باشه. شاید این کسی که پول داره و وصیت هم کرده از ثلث مالش یا به هر شکلی وصیت کرده که از طرف او این مقدار نماز بخونن، این مقدار روزه بگیرن، آیا اونجا هم به درد میخوره؟ خبر نداریم. و شاید هیچ به درد نخوره. شاید اگر 10 برابر این هم که وصیت کرده انجام بدن، ذره اونجا به حالش فایده نداشته. اون که اونجا به درد میخوره ایمانه.
قلب سلیمه، کاری که خود انسان کرده یا کاری که نتیجه کار خودشه، مثلا فرزند صالح، کتابی که نوشته، بنای خیری گذاشت، ایناست که اونجا به درد میخوره، ولی کار دیگران فایده نداره. خدا خلقتون رو ختم به خیر کنه. بریم برگردیم. بله. با اجازه شما بفرمایید بریم برگردیم بقیه سوالاتون رو بپرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیا عبادت انسان بعد از مرگ خاتمه می‌یابد یا اینکه در سرای باقی نیز ادامه پیدا می‌کند؟ اگر جواب مثبت باشد که پاسخ را گرفته ایم، ولی اگر پاسخ منفی باشد برای ما که قائل به اصالت روح هستیم و از طرفی عبادت امری روحانی است، چگونه یک انسان عارف می‌تواند پس از مرگ تا روز قیامت فراغ عبادت خداوند را تحمل کند؟ این مطلب دو جنبه داره. یکی همین که بگیم که و در برزخ هم عبادت هست، در قیامت هم عبادت هست، حتی تو بهشت. بله. تو بهشت خلد آخر خط اونجا هم عبادت هست. پاسخ اینه که بله، تکلیف نیست، عبادت هست، وجود داره. تکلیف مال دنیاست. بعد از دنیا دیگه تکلیف وجود نداره. موقعی که انسان به حالت احتضار میفته، بله بله، از اون زمان دیگه تکلیفش قطع میشه. درست. مثلا اگه وقتی که در حالت احتضاره وقت نماز داخل بشه، این نماز برش واجب نیست. نه بر خودش واجبه نه بر بازماندگانش، با این نماز رو از طرفش بخونن. اون طرف تکلیف وجود نداره که مثلا در برزخ مکلفه که روزه بگیره، نماز بخونه، انفاق کنه. درست. خیلیاش امکان نداره. برزخ به کی امکان انفاق کنه؟ انفاق وجود نداره که مثلا به کسی انفاق کنه. آره. روزه بگیره که چی بشه؟ سمو تصح. بله بله. این بدن میخواد سالم باشه. روزه برزخ معنا نداره. پس اونجا تکلیف نیست، اما عبادت هست. چرا؟ گفتیم توی خود برزخ کلاس قرآن میذارن و تعلیم و تعلم از بهترین عبادات دیگه. بله. اینها ذکر خدا رو میگن و لذت میبرن از ذکر خدا. عارف اگر بهش بگن همه دنیا مال تو، یک سبحان الله رو بده، میگن خیر، ارزشش رو میدونه. آره. جبرئیل و میکائیل گفتن که بریم شوخی کنیم با حضرت ابراهیم. ابراهیم با اون گله‌های گوسفند خیلی فراوانی که داشت تو بیابون، اینا رفتن با یک صدای بسیار دلربا گفتن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. گویا کسی که اسم پروردگار منو بردی، یه بار دیگه بگی نصف این گله گوسفند رو بهت میبخشم. عجب. این فرشته ها گفتن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. باریکلا. گفت یه بار دیگه کل گله رو بهتون میبخشم. گفتن گفت یه بار دیگه خود من میشم چوپانتون، آخه من میشم خدمتگزارتون. بعد اومدن پیشش گفتن ما فرشتگان الهی هستیم و خب معلومه که ابراهیم اگه بخواد کلمه سبوح قدوس رو بشنود چنان به وجد میاد، چنان ذوق میکنه که همه دنیا رو حاضر ببخشه تا این یک کلمه رو بشنود. عارف وقتی که میگه سبحانک اللهم، لذتی که از این جمله در بهشت، این کلمه بهشتی هست دیگه، بله بله، سبحانک اللهم، آن چنان غرق لذت میشه که همه لذت های دنیا رو جمع کنید باز کسری از اعشار اون لذت نمیشه. وقتی میگه آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، باقی میگن الحمدلله رب العالمین چیز کوچیکی است. این الحمدلله رب العالمین انسان از زمین به آسمان میبره. عجب. یعنی انسان از عالم ناسوت میره تو عالم لاهوت، اونجا حج انجام میده. یعنی ملکوت هم رد میکنه، همه عوالم رد میکنه. الحمدلله انسان رو از دنیا، از عالم ناسوت میبره تو عالم لاهوت که پیامبر فرمود در زهرا که قبل از اینکه بخوابی 4 کار انجام بده. قرآن رو ختم کن، حج و عمره انجام بده، من و همه پیامبران شفیع خودت قرار بده و همه مؤمنین و مؤمنات از خود خوشنود کن. چجوری میشه؟ بعد پیامبر ایستاد به نماز کنار بستر از زهرا سلام الله علیها. حالا که من صبر کردم حال پیامبر اینجا چه نمازی داشت میخوند، خودش بحث داره. نمازش که تمام شد گفتم به درجه شما دستوری ما دادید که نمیشه انجام داد. چطور من میتونم قبل از خوابیدن قرآن ختم کنم؟ شما قرآن تند بخونید حداقل 15 ساعت طول میکشه بخواد قرآن ختم بشه. بعد حج و عمره انجام بده.
8 سال یک باره، عمره هم از مدینه تا بری. گفت دخترم 3 بار سوره توحید رو بخون، قرآن ختم کردی، بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، حج و عمره انجام داده ای. انسان با این ذکر تسبیحات اربعه حج و عمره انجام داده است، منتها نه حج ناسوتی، حتی نه حج ملکوتی، نه حج جبروتی، حج لاهوتی. راوی از امام صادق سوال کرد که چرا خانه کعبه 4 تا رکن داره؟ خب 4 تا رکن داره. بله دیگه. فرمود چون بیت المعمور در عالم ملکوت 4 تا رکن داره که فرشته اونجا طواف میکنن و عبادت میکنن. راوی آدم فرهیخته، آدم فهمیده بود. گفت بیت المعمور چرا 4 تا رکن داره؟ فرمود چون عرش الهی 4 کنگره، 4 رکن داره، فرشتگانی که اونجا حاملان عرش اونجا. گفت که عرش الهی چرا 4 تا رکن داره؟ فرمود چون تسبیحات اربعه 4 تاست. یعنی با این ذکر گفتن انسان میره اون حج سبحان الله لاهوتی رو انجام میده. بله اون عارف این ذکر رو میگه و از این ذکر لذتی میبره که قابل وصف نیست. پس عبادت هست ولی تکلیف نیست. این یه نگاه از این طرف نگاه بکنیم. یه نگاه این که آیا انسان وقتی که مرد دیگه عبادتش قطع میشه؟ پاسخ اینه که نه. اعمال انسان 2 شاخه میشه. اعمال ما تقدم آره پروندهش بسته میشه، اعمال ما تأخر پروندهش باز میمونه. هزاران سال بعد مرتب تو پرونده عملش ثواب میده. اگه مثلا 70 سال عمر کرده، فرض بفرمایید مثلا 1000 تا عمل صالح تو نام عملش نوشته شده، بعد از مرگش شاید چند میلیون عمل صالح نوشته میشه. بله. چون پرونده باز هیچی میشه، زیاد میشه. پس میشه که انسان کاری کنه که بعد از هم که از دنیا رفت تو برزخ هم ادامه داشته باشه که همون یا نه بار انسان یوم ازن به ما قدمه و اخر. اون روز بهش خبر میدن اینا رو خودت فرستادی از پیش، اینا رو بعد از تو فرستادن، همش اعمال توست. منتها سوال نگاهش همون نگاه اول بود. بله. نگاه اول که توضیح دادیم. بله. این که فرمودید میشه انسان جوری زندگی بکنه که این ادامه داشته باشه توی برزخ، عمرش هزاران سال بشه. آره خوب یادم بشه. داشتم فکر می‌کردم که چقدر خوبه ما تو ماه مبارک یه جوری زندگی کنیم که این آثارش، این طعم خوشش، این دلنشینیش، این لطافتش بعد ماه مبارک هم همینجوری بمونه. مثلا به ماه مبارک بعدی که خواستیم برسیم، اگه اونجاها خواست سوختم کنیم دوباره برسیم به ماه مبارک بعدی که این در طول عمرمون جریان داشته باشه. نمیدونم 2 دقیقه وقت داریم. سال بعدی رو گفتن که اونایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن نفسشون از بدن خارج شده و روح در بدن باقی مونده. من تا حالا فکر میکردم روح و نفس یکی هستن که همون ذات انسان هستن، یعنی یک روح داریم و یک جسم برزخی و یک جسم مادی. اما این نفس کجای داستان هست برام سوال شد. ممنون اگه پاسخ بدید. آقایون گفتن و یه روایتی هم از امام باقر ظاهرا هست. بفهم. بر حسب اون روایت مطلب رو گفتن، ولی ما نظرمون نسبت به اون روایت امام باقر این نیست که بگیم که ما 2 چیز داریم، یک روح یک نفس. بعد وقتی که اینا مرگ رو تجربه کردن نفسشون خارج شده از بدن، روح در بدن مونده. اینو من قبول ندارم و ما معتقدیم که این 2 تا یک حقیقتن. روح وقتی به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس. پس 2 چیز نداریم که یکی روح باشه این تو وجود انسان، بگن که مثلا فرض کن که این حیات از کجاست؟ این حیات از روحه. خب پس نفس چه کاره؟ نفس هیچی، همینجوری مثلا نه دیگه. اون چی که منشأ هست، منشأ روح هست. فقط این اصطلاح وقتی همین نفس، همین روح به بدن تعلق میگیره و خودش آزاد، روح القدس داریم، روح الامین داریم، نمیدونم فرشته هم میشه روح، خود روح هم میشه روح. اما وقتی میاد در قالب یک بدن پیکره میشه نفس. اما فرمایش امام باقر علیه السلام در انسان حداقل 4 تا روح وجود داره. به طور طبیعی 4 تا روح در انسان وجود داره. روح گیاه که بهش نفس قاضیه گفته میشه، روح حیوان که بهش نفس سیاله گفته میشه، روح انسان که بهش نفس ناطقه گفته میشه.
منظور فرمایش امام باقر علیه السلام این بود که در حالتی اونه که مرگ رو تجربه میکنن این یا در حال کما مثلا این نفس ناطقه خارج شده ولی اون روح حیوانی توش هست یا اون روح گیاه درش هست و لذا اون آثار حیات گیاهی رو داره. درست. این حرف درسته. حالا اسم اینو مثلا بذاریم اینه که در مال اون نفس گیاهی اسم بزنیم روح، اون مال انسانی بزنیم نفس، این اشکال نداره. اما که دو مفهومش رو نباید اشتباه. آره دو چیز در انسان هست، یکی نفس یکی روح. وقتی انسان میمیره یا انسانی که مثلا مرگ رو تجربه میکنن نفس از بدنشون خارج میشه، ارتباط نفس با بدن قطع میشه ولی ارتباط روح باقی میمونه. بله. نه اینجوری نیست. اینا یک حقیقتن. بله ممکنه انسان اون نفس ناطقه رابطش با این بدن قطع شده باشه ولی نفس حیوانی نفس گیاهی ممکنه هنوز در وجود انسان باشه. چون همین انسان هم که میمیرن تا مدتی موهاشون هنوز رشد میکنه. این به خاطر همون روح گیاهی است که در انسان هست. مرده دیگه، جواز دفنش هم صادر کردن ولی ناخن‌ها مثلا مو اینها گاهی رشد میکنن. این اون حیات گیاهی هنوز در وجود این انسان هست. برای اون چی که ایشون گفتن و بعضی از آقایون همینه که تو همین زندگی پس از زندگی و از حدیث که از امام باقر علیه السلام هست، ما اون حدیث رو به نظرم بد معنا کردن. ما در وجود انسان دو چیز نداریم، یک نفس بیشتر نیست. این نفس بله مراتبی داره. از این که عرض کردم در انسان به طور طبیعی 3 تا روح وجود داره. اگه مؤمن باشه روح 4م وجود داره. اگه پیغمبر باشه روح 5م وجود داره که روح القدس باشه. غیر پیامبران و امامان 4 تا روح در مؤمن وجود داره، 3 تا روح در همه انسان ها. خیلی ممنونم استاد. دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. عواملی نداریم. خدا خیرتون بده، محتاجیم به دعاتون. یا حق. خداحافظ.